امروز رفتم یکی از بیروبارترین و پرجمعیت ترین و قشنگترین بازارها برای خرید. اینجا پر از رنگ، انرژی و حال هوای عید. از میوه های تازه گرفته تا شیرینی های خوشمزه. همه چیز پیدا میشه. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشی چون یک قسمت خیلی خاص هم نشانتان میتم. ممنون از همه عزیزانی که همیشه همراهیم هستین و خوش آمد به دوستانی که جدید هستن. تا آخر ویدیو مرا همراهی کنین، سابسکرایب کنین، لایک و شیر یادتان نره. سلام دوستای عزیز، امروز با هم آمدیم کرافورد مارکت برای خرید. واقعا اینجا یکی از بهترین جاهای بمبئی است که میشه همه چیز پیدا کرد. بیاین با هم یک گشت قشنگ بزنیم و ببینیم چی چیزهایی اینجا داره. قسمی که میبینی بازار خیلی شلوغ و بیروبار است و همگی مصروف خرید هستند. حال هوای عید کاملا حس میشه. هر طرف که میبینی رنگ و زیبایی است. آدم واقعا انرژی میگیره. خرید عید یک حس خاص داره. آدم یاد خاطرات قشنگ خود میفته. اول از همه آمدم سراغ لباس های زنانه. ببینین چقدر رنگارنگ و قشنگ هستند. واقعا آدم گیج میشه کدامش انتخاب کنه. این صندل ها و چپلی ها را ببینین. خیلی شیک مقبول هستند. قیمت هم میکنیم بد نیست. وای من که از این پیزارا اینقدر خوشم میایه. من چند جوره از اینا دارم. رنگ و رنگ بسیار مقبول هستند. وای این پیران سرخ ببینین. واقعا خیلی زیباست. از اون لباسایی که دل آدم میبره. و یکی هم آبی است و خیلی خوش رنگ و خاص است. راستش من یکی از همینجا انتخاب کردم و خریدم. چقدر پیرانای مقبول هستند. اینا به خاطر که اینجا هوا گرم است بسیار استفاده میشه. از پارچه نخی هم است، از پارچه های بسیار نازک و مقبول هم است. بسیار رنگ و رنگ و مقبول هستند. خب عزیزا، اینم چوریا گوشواره ها را ببینین چقدر ظریف و مقبول است. آدم دلش میخواه هم کلش بخره برای عید. خیلی انتخاب قشنگی است دوستا. ببینید چقدر مقبول است. ببینید دوستا، به نظرتان ارزش خریدن داره؟ اگر شما می بودی کدامش انتخاب میکردین؟ عید در وطن یک لذت دیگه داره، اما وقتی مسافر میشیم دیگه شوق عید نیست. هر کس به زندگی خودش مصروف می باشه. خب عزیزا، این قسمت بازار سرپوش است. واقعا دنیای لباس است. هر رقم لباس، از ساری گرفته تا پنجابی های رنگ و رنگ، دوختگی و ندوخته. و همینجا هم خیاطه های بسیار زیادی هم هستن که اگر ندوخته بگیری برات میدوزن. وای ببینین چقدر خوش رنگ است. این یکی را خیلی دوست دارم. چقدر گلای مقبول داره. بسیار قشنگ هستن. چی رنگایی داره. من خب عاشق لباسای هندی هستم. بسیار مقبول هستن. دوستا میبینی کار دست است. آدم دلش نمیشه که از اینجا تیر شوه. دلش میشه که از تمام از اینا بخره. چقدر رنگ و رنگ هستن. دوستا مرا همراهی کنید که بسیار چیزای قشنگ براتون میخوایم نشان بدم.
خب دوستا، قسمی که میبینید در بین بازار یک مسجد جامع بسیار زیبا هم است. فضایش خیلی آرام و دلنشین است و اینجا مردم همیشه به نماز جمعه، نماز عید و به نمازهای خود در اینجا می آیند. بسیار یک مسجد مقبول است و قدیمی هم هست. ببینید دوستا، این کیفه و دستکول ها را چقدر مقبول و شیک هستند، رنگ و رنگ متنوع. باش که یک قیمت کنم ببینیم قیمت هایشان چند است. بسیار مقبول هستند. ببینیم واقعا ارزش خریدن دارن یا نه. عزیزا، اینجا وسایل خانه هم است، از قبیل فرش، کوسن و چیزهای دکوری. خیلی قشنگ و رنگارنگ. وای، این قسمت رو ببینید دوستا. از بازی ها خیلی ناز هستند. عروسک ها را سعی کنید. این گودیگک های مقبوله، چقدر قشنگ هستند. بر اطفال نازنین واقعا خوشحالشان میکنه. اینم پنجابی های رنگارنگ. بازم هر طرف سعی کنید پنجابی های زنانی مقبوله میبینید. وسایل دکوری چقدر مقبول است. چشم موره و چیزای دستینی خیلی خاص و متفاوت هستند عزیزا. کار هندی است دیگه. لوازم آشپزخانه هم خیلی زیاد است. هر وسایل خانه آشپزخانه ضرورت بود در اینجا پیدا میشه. بله دوستای عزیز، در اینجا هم اسباب بازی طفلانه است و هم لوازم تحریر و جای قلمی های مقبول بر اطفال. دروازه بند میکنن. اینجا هم ظروف آشپزخانه خیلی متفاوت و متنوع، رنگ و رنگ. چاینکک های مقبول، گیلاس های نوشابه، همه چیز اینجا پیدا میشه. بسیار مقبول. خب دوستا، حالا آمدیم سراغ میوه. پاپایا، کیله، تربوز، ام چقدر تازه و خوش رنگ هستند. واقعا دیدنش آدم لذت میبره. خب دوستا، این بیرون مارکت و اینم داخل مارکت. داخلش هم براتون نشان میدم که در داخلش چی میفروشن. داخل کرافورد مارکت یک جای قدیمی و خیلی خاص است دوستا. دکان‌های میوه خشک، شیرینی ها و چاکلیت. ببینید چاکلیت یا شیرینی چقدر مقبول است. میوه خشک داره. چقدر مقبول است میوه خشک از زیر گل زدن. همه چیز خیلی مرتب و بسته‌بندی شده است. خب دوستا، دکان‌های ادویه‌جات یا مساله، مواد خوراکی
که بوی خوشش تمام فضا را پیچیده. سبزی تازه، سبزیجات هم مفروشند اینجا و حتی لوازم آرایشی و بهداشتی همه چیز دیگه پیدا میشه. او قسمت خاصی که گفتم امی بخش بود. واقعا خیلی قشنگ و متفاوت بود. خب دوستا، کم کم شب شد و بازار هم خلوت شد. امروز یک روز خیلی قشنگ و پر از انرژی بود. خیلی لذت بردم از این گشت و خرید عید. تشکر عزیزا.